کسایی که چای ساز هستن حالا یا مسترن، از روی همین یعنی همین کارشناس چایای کارخونه ها اگه آدمای با سوادی باشن، از روی تفاله میتونن خیلی چیزا رو تشخیص بدن. مثلا اینکه این الان کجا خوش شده و آیا چای درستیه یا نه. مثلا یه رنگ قرمز رنگی داره دیگه، خود تفالش هم به قرمزی میزنه که تو نور بگیریم و همین بهش میگن چای قرمز. یا مثلا از روی همین میتونن بفهمن که این پلاسش اندازه بوده یا نه. اگه خیلی پلاسش گذشته باشه مثلا ممکنه برگاش شکسته تر بشه یا رنگش فرق بکنه. این برگاییه که ما پریروز عصر چیدیم، بعد یک روز و نیم روی طلا یعنی ایگون طبقه دوم پلاس شدن. چون وقتی برگ تازه باشه ما الان میخوایم رولشون کنیم یا مالش بدیم. وقتی برگ تازه باشه نمیشه این کار کرد. حالا اینا رو میریزیم توی این ظرف مخصوص مالش که بهش میگن لاک، یعنی قدیمی بوده. حالا اینو ما از روی ورژن‌های قدیمی ساختیم. ولی در قدیم توی این ظرفای چوبی چای رو رول میکردن یا مالش میدادن که این شیارا باعث میشه که این رول شدنه راحت تر اتفاق بیفته. حالا چرا میذاریم پلاس شه؟ اول که بعد یه بخشی از رطوبتش از دست بره و بعد تو این ورژنی که ما چای تولید میکنیم که بهش میگن چای برگ کامل، هدف اینه که این چای دستچینه برگ کامل ما همه این برگ رو تا آخرین مرحله چای شدن داشته باشیم. یعنی بعد از اینکه چایان دم میکنیم تو تفال شما باید وقتی تفاله رو باز میکنیم یه تعداد خوبی برگ سالم داشته باشیم. شما اگه اینو همین الان که چیدین، یعنی الان تازه است، بخواید رولش کنین کلا خورد میشه، یعنی دیگه به درد نمیخوره. ولی اگه پلاس شه شما میتونین اینو تو دستتون قشنگ رولش کنین بدون اینکه برگا بشکنه و این اجازه رو میده که با برگ بازی کنین. شروع میکنن اینو رول کردن. حالا چون حجمش بیشتره خب بیشتر طول میکشه دیگه. بعضیا که حالا این ظرف چوبی رو ندارن توی مثلا یه تشتی یه چیزی اصلا روی تخته فرقی نمیکنه. مهم اینه که شما برگا رو هم دیگه رول کنید و اون آنزیماش آزاد بشه. از لحظه‌ای که از ساقش جدا میشه این داره اکسید میشه، حالا با سرعت کم، ولی وقتی که این کار رو روش انجام میدیم اون آنزیمایی که باعث بالا رفتن سرعت اکسیداسیون میشن خیلی فعال میشن و دیگه اتفاقای اصلی اینجا میفته. در واقع چای قلم جزو بی‌کیفیت ترین چایی‌های کارخونه است چون شاخه توشه، ساقن. حالا ساق خوبه مثلا ساق است اوکی، ولی شاخه خیلی چیز کیفی نیست تو چای. منتها چون اون طعم چوبو میسازه و اون گسیه رو بیشتر میکنه طرفدارای خودشو داره دیگه. چون کارخونه که هیچ وسیلهش چوبی نیست دیگه، الان همه تو فلزی و چیزای صنعتی انجام میشه. و کارخونم چون دستگاه‌های صنعتی بزرگ داره، اولا که هیچکی دیگه چای دستچین به کارخونه تحویل نمیده چون اصلا هدر میره. همه قیچی میزنن یا دستگاه میزنن. کارخونم یه دستگاهایی داره که شبیه ساتوره، یعنی در واقع یه چیز فلزی بزرگه ولی چون فشارش زیاده برگاش شکسته میشه. برای همین شما بهترین چای کارخونه‌ای که میگیرین اسمش شکسته ممتازه، در نهایت خورده. تو این مرحله میگم همه چی شکل میگیره. الان این چون داره اینجا اکسید میشه عطر باغ ما توشه. ولی اگه شما اینو ببرین مثلا توی اتاقی که شما اسفند توشه عطر اسفند میگیره، یا کنارش یه همینجوری یه صابون بذارین عطر اون صابونه رو میگیره. یا مثلا چای ارگری که خیلی معروفه، برگ برگاموت که یه مرکباتی و خیلی چیزه، برگ برگاموت رو میذارن کنارش تو این مرحله و اون اگه چای در واقع اسانس نداشته باشه و طبیعی باشه از طریق اون برگ برگاموت این اسانس رو میسازن. اون برگش هم مالش میدن میذارن یا همین الان مثلا فرض کنیم ما میخوایم این الان عطر یه گلی بگیره، اون گله رو برمی‌داریم میذاریم کنارش تو این مرحله، بعد میتونی جداش کنی. یعنی بهتره این کارو بکنی دیگه. و یه مدل چای کارخونه‌ای رو به روش چینی دم‌آوری کنی و بخوری، به خاطر اینکه تو این روش بیشتر میتونیم عطر و طعم
یعنی نوت‌های مختلف و عطر و طعم انواع چای رو بهتر میتونیم تشخیص بدیم. یه دلیلش اینه. یه دلیلش هم اینه که به هر حال چای از چین اومده و اونجا اینجوری چای میخورن. حالا نه اینکه همیشه، ولی یعنی چند مدل خوردن چای دارن. مثلا اسمم دارم برای هر کدومش. مثلا میگن بیایم بشینیم هی چا بکنیم، یعنی بشینیم همجوری دوره هم چای بخوریم. یا میان میگن بشینیم پین چا بکنیم، یعنی خیلی رسمی و متمرکز بشینیم با هم چای بخوریم. و فقط 3 نفر به جز اون مستره هستن، یه میز مربع 3 نفر دیگه میشینن و اون مسترشون میکنن چای رو سرو کردن توی چند دم. حالا همین کار میکنیم، ولی خب این برنامه بیشتر با الهام از این داستان هست و برای کشف چاییه. نه چای کلا از همه جای دنیا از چین رفته. حالا اگر از طریق خشکی رفته باشه و از سمت غرب چین رفته باشه بهش میگن همه جا بهش میگن یا چای یا چای، یه چیزی شبیه این. اما اگه از سمت شرق و اقیانوس رفته باشه بهش میگن تی ته، یعنی هیچ واژه دیگه‌ای به جز این دوتا نداریم، چون اون برای چین میگفتن ته و تی، حالا ته میگفتن اونجا، این ورش هم میگفتن چا. برای هر جا رفته، یعنی این ور از طریق راه ابریشم که اومده هند و ایران و کشورهای عربی و اینا همه میگن چای شای، یعنی چیز دیگه جز این نداره. میگن که نمیدونم کاشف السلطنه تو اساش داشته بوده، شبیه افسانه است بیشتر، چون اینجوری که نمیشه چای کاری کرد. خیلی الان در فصل رویشی هستیم که هی داره جوانه‌های جدید میرویه. از پاییز به بعد، از وسط پاییز دیگه میشه فصل زایشی و گل میده. این الان گل چاییه و بعد میوه میده که میوهش همون بذرشه، که حالا از این هم شما میتونید چایکاری رو شروع کنید و همه جا هم از بذر شروع شده اول، ولی مثلا 3 سال طول میکشه، بعد دیگه حالا قلمه یا پاجوش میبرن. و این چاییا یکی از دلایل ارزشمند بودنشون کهنسال بودن اون درختیه که چای ازش چیده میشه. حالا ما الان از اینجا به بعد دیگه وارد چشیدن میشیم. مثلا حالا درست کردن قهوه و اینها ظروفمون رو گرم میکنیم، هم ظروفی که من میخوام دم کنم، هم ظروفی که میخوایم، حالا ولی که نیست یه دونه حذف میکنیم، هم ظروفی که میخوایم چای سرو کنیم هم دیگه خوشگله. همه رو گرم میکنیم. حتما دیدین مثلا یه سطح‌های خاصی دارن که رو خود اون سطح یه سری شیاره آبو میریزن همونجا، این از زیرش میره پایین. برای مهم اینه که اینا همه گرم بشه. فقط مهم اینه که اینو وقتی که در واقع شکوفه در حال باز شدنه یا شکوفه‌ای که تازه، یعنی گلیه که تازه باز شده رو خشکش کنی، عطر بیشتری داره. حالا ما الان برای شروع، این چون طعم ضعیف تری داره، از این شروع میکنیم. این در واقع سرامیکی باشه، حالا یا لعاب داره مثل این، یا مثل اینا گلای خیلی مخصوصیه که توی بخشای از چین در میاد و همش دستی ساخته میشه. حالا یا این برای سرو قوریش هم هست که این اصلا لعاب نداره، خود گله پخته میشه و مثلا اگه شما تو قوری این جنسی چای دم کنین، طعمش با اینکه همون چای رو تو این دم کنین فرق میکنه. چیزش هم برای اینه که شما از توی این چای رو میریزین توی این برای اینکه طعم یه دستری داشته باشین، چون اگه از این مستقیم سرو کنین اون رویا با زیریا مثلا ممکنه که عدالت رعایت نشه. کلا تو اون مراسم اگه اون آدم مستر باشه یه چیزایی رو، یه نکاتی رو باید رعایت کنه که نشان دهنده میزان مستر بودنشه. مثلا اگه تو اون مراسم یه مستر دیگه هست که خیلی با تجربه تره، اول باید چای رو برای اون سرو کنه. یا اگه یه جایی دعوت شده و داره چای سرو میکنه، اول باید برای میزبان چای بذاره. اگه میزبان یه آقا و خانومن، اول باید برای خانوم میزبان بذاره. و هر کدوم از اینا رعایت نکنه، نشان دهنده عدم تبحرش. یه طیفه از چای سفید شروع میشه، بعد میشه چای زرد، بعد میشه چای سبز، بعد میشه چای قرمز، بعد میشه چای سیاه. چایی که در ایران ما همه میخوریم در واقع چای قرمزه که در طیف به سمت سیاه داره حرکت میکنه. چای سیاه دنیای تولیدش اصلا یه جور دیگه است که اینجا خیلی هنوز رایج نیست. زرد، سبز، سفید چایایی هستن که باید تازه خورده بشن، نهایتا تا 6 ماه، چون چای همیشه اکسید میشه. یعنی وقتی هم که شما چای رو میچینین خشک میکنین در آخرش، باز همچنان توی همین حلبام چای سیاه اینا همه داره اکسید میشه، چای سبز هم همینطور.
منتها تو چای سبز و چای سفید هدف اینه که شما همون تازگی رو منتقل کنید و نباید اکسید بشه. حالا تولید چای سبز چجوریه؟ ویدیوش تو پیجم هست. شما برگی که تازه چیدین و همون لحظه تفتش میدین توی یه سینی بزرگ و اون تفت دادنه همون اتفاق پلاس رو توی برگ انجام میده، منتها سریع‌تر و یه آنزیم هایی که باعث اکسید شدن میشه رو میکشه، در واقع یه چیزایی رو ثابت میکنه توی برگ. و بعد از اینکه اون در واقع حرارت رو دادیم، تفت دادیم، حالا دیگه میتونیم دوباره مالشش بدیم. مالشش میدیم ولی دیگه اکسید نمیشه چون نداره اون آنزیمو و همون لحظه، حالا میتونیم بذاریم یه ذره بمونه ولی همون لحظه خشکش میکنن. این میشه چای سبز به روش چینی، چون چای سبز به روش ژاپنی هم وجود داره که در واقع همین برگی که چیدن به جای اینکه بذاری کم بود به جای اینکه تفتش بدن بخارپزش میکنن، بعد روی یه سری کاغذ پهنش میکنن تو آفتاب و هوا، بعد خشکش میکنن، اون میشه چای سبز به روش ژاپنی. حالا ما چای سبزمون رو بیدار میکنیم به این صورت. الان ماچا شده چای ژاپن، ولی در واقع اونم قبلا در چین بوده ولی تو چین دیگه خیلی یعنی با همین چای خودمون میتونیم ماچا درست کنیم؟ آره، ولی یه سری شرایط خاص داره. مثلا گیاهو باید در شرایط گلخونه‌ای نگهش داشت. یعنی مثلا ما برای یه بخشی از باغو بپوشونیم شبیه گلخونه، چون باید رطوبت بوته همیشه ثابت باشه. بعد مثلا اون در واقع اون بخارپز شدنش هم به اندازه انجام بشه، یعنی حساسیت‌های خاص خودشو داره، به اندازه خشک بشه. و این دم اول چای سبز 3 روز پیش دست باغه سیاه. این همین سوزنیه توش باشه که تو این چایی هم میبینی اینجا رایج شده که بهش میگن زربون، یه حالت طلایی رنگی داره دیگه. این چای ما که برگ کامله بیشتر توش معلومه، تو اینم یه ذره هست، یه حالت طلاییه دیگه. و حضورش در چای نشونه اینه که این خیلی جوونه تازه‌ایه و به موقع چیده شده و مثلا نگاه کنید الان اینجا هست یه ذره می‌بینی. شما اینو چندین دم میخورین، مثلا ممکنه 20 دم این چای رو بخورین، بعد از دم 20م آره میریزینش تو قوری، جوش میاد، قشنگ جوشونده‌ش هم میخورین. بعد انقدر چای مهمیه و نمیخوان دیگه حیف شه، توفالاش هم املت میکنین میخورین. اما همه اینا رو انجام بدین و خیلی باحال. این چای دستچینه که تازه رخه و در واقع همین جوونه هاست که مال اول بهاره، یعنی مال مثلا آخرای فروردینه، چون امسال ذره زودتر چای جوونه زد. بعد از اون مرحله مالش که الان همکارم داره انجام میده، این چای 8 تا 10 ساعت اکسید میشه، توی اون خشک‌کن چوبی خشک میشه و بعد توی این ظرف طلبی‌ها نگه داشته میشه. ولی چایی که شما همون لحظه خشک میکنین و بهتره همون لحظه، یعنی بعضی که از خشک‌کن میاد بیرون، همون لحظه دمش نکنین بخورید. حداقل 10 روز تا 2 هفته بمونه که به اصطلاح چای بالغ بشه.